دوستان سلام. سالی پر از توأم و سرشار از آکنده را برایتان مملو از لبریزم. آقا من اصلا از این تعارف بلد نیستم، ببخشید. در یک کلام میخوام بهتون بگم عیدتون مبارک. 100 سال بعد این سالها زمستون رفت و روسیاهی به آخوندهای زغال فروش و پشتیبانانشون موند. سال 94 سال بزبیاری آخونده بود. از این بدبختی به اون مصیبت، از اون کف گرگی به این پس کردنی. عزمای گردن شکسته اسم سالو گذاشت همدلی، اما دقیقت کارش به دلپیچه کشید. اون از پاسدارای ترکیدش تو سوریه و به فنا رفتن عمق استراتژیکش، اونم از نمایش انتخابات و کج شدن شاسی ولایت. خلاصه این که باید گفت برای سید علی بافور سالی که بلاست از بهارش پیداست. حزمایی که سال 95 رو با گیج زدن شروع میکنه، خب دیگه تا ته خطش معلومه دیگه. قربون همتون برم، یه بار دیگه عیدتون مبارک. بنده موشکاف حتما برای عید دیدنی خدمت میرسم، تو همه شهرها، تو همه کشورها. خلاصه هر جا اشرف نشونی هست موشکافم اونجاست. دلتون شاد و لبتون خندون. به قول شاعر نرم نرمک میرسد اینک بهار. خوش به حال روزگار، خوش به حال موشکاف. قربون همگی، زد زیاد.